کتاب در پناه باران اولین اثر جوجو مویز نویسنده انگلیسی است که در سال 2002 انتشار یافت. میتوان این رمان را در ردیف داستان‌های عاشقانه و ادبیات معاصر قرار داد. کیت زنی است که در جوانی خانه روستاییشان را در ایرلند ترک می‌کند و از مادرش دور می‌افتد. او از همه رو قسم می‌خورد که همیشه مانند یک دوست در کنار دخترش بماند، اما تاریخ تکرار می‌شود و با شکافی عمیق میان خود و دخترش مواجه می‌شود. او دخترش را نزد مادر بزرگش می‌فرستد که سالها پیش او را رها کرده است، اما مادر بزرگ و نوه هم با هم سازگار نیستند. داستان روایت زندگی این سه نسل است و با یادآوری خاطرات بسیاری از اختلافات و کدورت‌ها کنار می‌رود. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید.